ما عبادتمون رو انجام دادیم. یک کس که زکات داد به خاطر زکاتش این همه او رو مدح و ستایش کرده به او پایانداز نمیکنیم. 5 وقته نمازش رو خواند او رو بالای سر نمیبرداریم. یک سفر کرد به خاطر الله، فرض گردنش بود، اون هم زیاده نبود. برای این همه این پایانداز ماندن و این همه خودنمایی و او رو تا بالا برداشته، حتی بعضی پایانداز زیر حاجی رو گرفته در خانه برده تبرک میکردن که من هم حاجی شوم. این شرک است. الکه از یک حاجی ببخشید، از قدم یک حاجی ما خدا ساخته ایستادیم که جای پای تو دیگر تبرک است و در خانه من بماند. برای همین عزیزان بیایید آنهایی که حاجی میشوید به خاطر الله، آنهایی که عمره میروید به خاطر الله با خود عهد و پیمان کنیم که ما سفر داریم برای رضایت الله که پروردگار قبولش کند و پی در پی این سفر ما باشد. و این چونین وصیت کنیم به خویش و تبار که وقتی من می آیم هنگامه نکنید. اینقدر مردم رو جیغ زده و پایاندازان و 10 و 20 و 15 ماشین کتی به نزد هواپیما و به فرودگاه نروید. این گونه خودنمایی به ما لازم نیست. مؤمن را الله در صفت مؤمنان میگوید والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. مؤمن کسی است که خوبی میکند، صدقه میکند، باز در قلبش ترس است که پروردگار از من قبول کرده باشد یا نه، روز قیامت حال من چی میشده باشد. مؤمن آنی نیست که یک عمل رو کرد و از پیش ببینید من حاجی شدم، مرا آمده ندیدی، من دیگر با تو قهری هستم، مرا حاجی نگفت، مرا بالا نشینانید، من حاجی همه باید به من سری تعظیم کنند. اینها خودنمایی و ریا هست. از اینها یگان ثواب حج عمره نمیماند عزیزان. یعنی نباید یک عبادتی که خالصا برای الله کردید، این همه سفر طولانی داشتید، پول زیاد صرف کردید، با ریا و خودنمایی همش رو هباء منثورا کنید. بیایید یعنی در حقیقت حج کردید، عمره کردید، پروردگار قبول کند، پول صرف کردید، وقت صرف کردید، الله برکت دهد که هر سال زائر خانه پروردگار باشید. اما همین ریاها سبب می شود که الله می داند عاقبت این حج عمره های ما چی است.